میدونم که خبری نیست ولی خب عادت کردم دیگه. مثل همیشه ساعت 9 زدم بیرون. نه مرسی، منتظر سرویس. خدا. به خانم بازیگر گفتم اگه میخواد برسونمش، ولی اونم مثل همیشه منتظر سرویسش بود. دوست داشتم چند تا آهنگ مورد علاقه‌مو گوش بدم و یکم احساساتی بشم. وانمود کنم که زنده‌ام. مثل وقتی میرم تو این دفترها واسه تست که باید وانمود کنم اینم یا اونم. یکی از دوستام یه بار میگفت اگه یه روز میخوای پولدار شی از الان باید پولدارا به چرخی که اون موقع بدونی چیکار کنی. پوستم نمیپوشونتم، چشمم نمیخوابونتم، کسی که میخواستم باشم رو نمیذارتم. امروز از جلو چند تاشون رد شدم. یکی که 10 باری توی ماه رفته بودم. دیگه از دم درشون میفهم خبری واسه من هست یا نه. بالاخره قبل از کار سخت آدم باید خودش آماده کنه. سلام. ببخشید جانم. تشریف دارم؟ قرار داشتیم؟ نه. پس بفرمایید بشینید. شما تازه اومدین؟ چطور؟ باز خوبه منشیاشون رو تونتون عوض میکنن آبری آدم نره. خوش. دو سه ساعتی تقریبا منتظر بودم. قیافت خیلی آشناست. تو یکی از کاراتون بودم، تو تبس بود. اوه 4-5 سال پیش بوده. دیگه اونجوری کار نمی‌کنی. بله دیدم. اوضاع احوالت چطوره؟ کار چی کردی؟ والا سینمایی کار کردی تا حالا؟ نه خیلی. کلا چه جور نقشایی دوست داری بازی کنی؟ من نمیدونم، آدمای معمولی، آدمای افسرده مثلا. از این فیلمای روشنفکری دیگه. آخرین کارت چی بوده؟ همون 3 سال پیش بود. انتظاراتتون بالاست. بعد میری میگی بهم نقش ندادن. البته بعضی وقتا هم واقعا کاری نیست. نه اتفاقا. چرا دیگه؟ فکرای رویایی میکنید. همش توهمید. جدیدن فرم پر کردی؟ آره خیلی. فکر کنم بچه‌هاتون بوم کردن. ولی راستشو بخواین من یه عرض دیگه داشتم. از همون 3 سال پیش یه مقدار مبلغی مونده بود، من طلب داشتم از شما. گفتم امروز بیام هم یه سری زده باشم، همین که خب حالا که اومدی یه فرم پر کن.
خیلی هم داریم یه کسی بندیم ببینم تو این فیلمنامه رو نقشی هست یا نه. من داستان چی بوده. چایی رو بخور. نظر بابام بعد از اولین کاری که کردم 5 کلمه بود. این کارا به درد نمیخوره. منم که هیچ وقت به جایی نمیرسم، نمیدونم چرا. وقتی علاقه داری و نمیشه خیلی بدتر. دوست داشتم همه کاری که دوست داشتم رو یه جا بکنم. تا جایی که جرأت داشتم گاز دادم. لذت هیجان انفرادی خوبی بود. تازه قبلش همبرگر دوبل شیک زده بودم. یکم هوا خوردم و چند تا فیلم خریدم واسه کلکسیون. فکرهای رویایی راست میگفت یارو. اون وقتی تو واقعیت نمیشه. تنهایی و بیکاری منهدمم کرده. تا الان که جزئی از زندگی بودم. با شهر بیدار میشم، با شهرم میخوابم. مگه میشه؟ آخه این همه آدم توی شهر هست. ولش کن، نمیشه دیگه. این هم امروز بالاخره. 2 تا فیلم دیدم، نظرمو نوشتم، مثل همیشه گذاشتم تو پک فیلم. همین. بله. الو. بله خودم هستم. کدوم دفتر؟ بله دیروز اومدم. باشه خداحافظ. بیا تو. سلام. ببخشید. گفتم کنفورم کن. آره مرسی. خب حالا گوش کن. قراره یه کار سینمایی بشه. خب کارگردانش هم الان میاد با شما صحبت میکنه. فقط اینکه چند تا ستاره توش بازی میکنن. ولی نقش تو خیلی مهمه. اگه تو خود نمیبینی علاف نشی. نه مشکل نیست. تا اونجا که من میدونم نقش یه آدم معمولیه که بذار بقیه‌اش رو کیوان به توضیح بده که در جریان دستیار کارگردانه. ببین یه پلیس تنهاست، یه کمی هم گوشه‌گیره، اما مثلا آدم باهوشیه. خب یه ماجرایی پیش میاد که نقشش اساسیه، همش گند میزده، به هیچ جام نرسیده. خانواده‌اش طردش کردن، زنش هم بالاخره رفته، تا اینکه اون ماجرا همه چی رو عوض میکنه. اون میشه قهرمان داستان. آها. دختر نقش مقابلت هم تازه کاره. خیلی هم خوشگله. کارش هم عالیه، من دیدم. عکسشو داری؟ چیه؟ آخه یه ماجرا چجوری همه چی رو عوض میکنه؟ جالبه ها. این همه اینا گفتن بازیت به درد نمیخوره. برو فیلم هندی بازی کن. خوب شد کم نیاوردم. عکس العمل دخترم باید جالب باشه. شاید احمقانه است که آدم با چیزای به این کوچیکی شاد بشه، ولی خب شدم دیگه. فکر اینکه الان کارگردان رو ببینم، قبولم کنه، فیلم بهم بده خیلی خوشحالم میکنه. احساس میکنم قدم داره بلند میشه. چقدر کار دارم ولی عجب داستانی داره. ممکنه بابا هم با هم آشتی کنه. البته میذارم خودش یهو تو جشنواره فستیوال چیزی ببینه، بعد اونجا میگم تقدیم پدرم. عاشق همین چیزای کوچولوام. یه همبرگر دوبل شیک تو هوای آزاد. فقط امشب فیلمو بیخیال. فیلمنامه دارم.
با چی؟ من بله. فکر کنم به شما زودتر داده بودم. نه دیگه امروز. آها. من نمیدونستم شما بازیگرین. چند روز پیش میخواستم ازتون بپرسم کارتون چیه ولی نشد. ای بابا. پس خوب شد دیگه. این به نظر من اینه که کم کم همه چی رو کشف میکنن جلو میره. اصلا شاید دلیلی که من از فیلم خوشم اومده همین باشه. البته تا قبل اینکه تو بیای اینجا من می‌خواستم کلا از داستان فیلمنامه سر در نمیارم ولی عاشق نقش پلیسم. اگه مرد بودم حتما خودم بازی میکردم. من همون اول ازش خوشم اومد. چون جان مورد علاقه‌ام پلیس جناییه. من ترسناک. ناراحت نشی ولی به نظر من توی فیلمنامه وقتی که زنه دوباره با مرد رابطش خوب میشه یه طوریه انگار اصلا زنه اضافه است تو فیلم. آخه اکثرا از فیلمای بدون زن بعدشون میاد. مثل زندگی باقی. چی؟ هیچ. میدونی چیه وقتی معمای فیلم حل میشه هم میشه قهرمان زنه هم قهرمان داستان. من نمیدونم چرا یهو گشنم شد. زنگ می‌زنم شام بیارن چی می‌کنی؟ نه دیگه من برم. کاری نداره یه تلفنه. من به غیر رستوران چه جالب تا اینجاش که این زندگی خودمه. حالا چجوری قهرمان شم؟ میگم اگه قرار باشه کسی قهرمان داستان بشه باید اتفاقی بیفته که قهرمان بشه. خب اینم همینطوریه دیگه. شاید شما فیلم رو کامل نخوندم نمیدونم. آره اینم میمیره. مگه اینطوری قهرمان